با عرض ادب و احترام به شما عزیزان، نام من برزو احمدی است. پیشا پیش سال نو میلادی به شما عزیزان شاد باش میگویم، به آن عده که مثلا در خارج کشور هستند، در کشورهایی هستند که سال نو جشن گرفته میشه و به همدیگه شاد باش میگویم. تا کنون 2 برنامه به زبان فارسی داشت. در برنامه اول نگاهی داشتیم به آثار اشخاصی از جامعه الحق یا وابسته به جامعه الحق، آثاری که وسیعا مورد رفرنس پژوهشگران کرد و ایرانی بودند و اخیراً هم پژوهشگران خارجی که کمابیش به زبان فارسی تسلط دارند. و در برنامه دوم به آثار پژوهشگران خارجی، سیاحان، نگاهی انداختیم و دیدیم چه آثاری مورد اعتماد پژوهشگران و نوقلمان هست و به ویژه پژوهشگران کرد و ایرانی که مهمترینشان یا مورد اعتمادترینشان یا گسترده‌ترین استفاده از آثار دکتر صدیق بورکه‌ای و دکتر محمد علی سلطانی شده بود. و همه اینها اگر به صورت هرمی نگاه بکنیم به یک منبع، به نوک هرم این منابع میرسیم که آن هم حاج نعمت الله جیهون آبادی هست که وعده دادیم که بتوانیم در برنامه اختصاصی به آثار ایشان بپردازیم و به چگونگی اعتقادات چرایی و چگونگی اعتقادات ایشان و پرداختن به جهانبینی یا در واقع به انحراف بردن جهانبینی فکری فلسفی دانایان گوران و در میان پژوهشگران حرفه‌ای ما دیدیم اشخاصی با مدارک و از مدارج متفاوت به چشم میخوردن، از استاد گرفته پروفسور، دکتر، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و نویسندگان، معلمانی که از روی به اصطلاح علاقه و شاید هم کنجکاوی سرکی کشیده باشند و حاصل به اصطلاح مطالعات خودشان را به صورت نوشته، کتابی یا مقاله درآورده. مخرج مشترک همه نویسندگان این بود که و در این برنامه به طور مفصل به آن میپردازیم، این بود که آنها فاقد دیدگاه نقادانه بودند و هیچ نشانی از نقد منبع در آثارشان وجود نداشت. منابعی که استفاده کرده بودند نگاهی به منابع آن منابع نینداخته بودند که این منابع آیا درست به کار رفته است، آیا منبعشان از منبعی مورد اعتماد و مرتبط و معتبر سرچشمه میگیرد
نشأت میگیرد، رفرنس میگیرد، یا اینکه نه اینها این پژوهشگران کورکورانه نظرات و عقاید و یافته های پیشترها رونویسی کردن، تکرار مکرر. حال با هم بریم و نگاهی به منبع داده هایی که من در این برنامه استفاده می کنم بیندازیم. آنچه که من در این برنامه استفاده می کنم از صفحه از وبسایت hajnemat.com می آورم، هم عکس های از یا تصاویری اسکن شده از برخی صفحات رساله های مختلف حاج نعمت که در اینجا گذاشته شده و مورد توجه نبودن و این تصاویر بسیار بسیار مهم هستند، چون که حاوی نکات بسیار بسیار مهمی برای یک پژوهشگر ریزبین و تیزبین هستند که ما در طول این برنامه آن نکات را برجسته خواهیم کرد. منبع دیگر که من استفاده می کنم یا مقاله دیگر به اسم ایوانوف و تذکر الاعلی، ایوانوف تذکر الاعلی به قلم دکتر محمد علی سلطانی هستش که در تاریخ 10/6/1397 در وبسایت مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، مرکز پژوهش‌های ایرانی و اسلامی انتشار یافته و بخش‌هایی از این مقاله که به ایوانوف مربوط می شود به برنامه امروز من هم مربوط می گردد و من به برخی نکات مهم این مقاله می پردازم، چون به خود این کتاب دسترسی ندارم، به تذکر الاعلی دسترسی ندارم و از این به امیدیم که این عالی جناب در حق هویت ما اجحاف زیادی فرمودن و در طی طول عمر جمهوری اسلامی قلمش را فروخته و در خدشه دار کردن و به انحراف بردن هویت ما نقشی بسیار بسیار مهم داشت در کنار دکتر صدیق بورکی و سایرین. من مجبورم از این مقاله استفاده کنم. به هر حال امیدوارم که بتوانم روزی به این کتاب تذکر الاعلی ایوانوف دست پیدا کنم و بتونم در برنامه به جزئیات اگر مهم باشه به جزئیات بپردازم. به هر حال میریم سراغ زندگی نامی حاج نعمت. در اینجا از حاج نعمت الله مقریجی هنرآبادی در سالهای بین 1250 تا 1290 شمسی زیسته، بعدها که حالا به حاج نعمت الله یا حاجی نعمت شهرت یافته، عارفی کرد و یکی از شخصیت‌های برجسته مرام الحق به شمار می‌آید. علاوه بر کراماتی که به اون نسبت میدن، تحولی که در میان جماعت الحق به وجود آورد از کارهای برجسته اوست. خب مرام الحق در زمان او به علت کمبود سندهای مکتوب اصیل، نقل سینه به سینه کلام‌های بزرگان این مرام، همچنین به کارگیری ادبیات استعاری و نمادین در طول قرنها دچار تحریفات اساسی و آلوده به خرافات و بدعت‌های فراوان شده بود. حاج نعمت الله با دستیابی به تعلیمات اصیل و ارکان اصلی این مرام ضمن تحقیقات گسترده خود تا جایی که عمر کوتاهش کفاف میداد به تصحیح تعریفات و رفع خرافات و بدعت‌ها پرداخت
چنان که بعضی او را به افشای سر متهم کردند و این از آنجا بود که اکثر پیروان این مرام به علت فقر فرهنگی و نداشتن مایه علمی مراسم آیینی خود را جز اسرار میپنداشتند و با پنهان داشتن آنها شبهاتی را باعث میشدند. از همین جاست که گروهی از یارسان و برخی از شرق شناسان مرام الحق را با مرام های دیگر از جمله علی الهی و نصیری و غیره یکسان شمردند. خب ایشان بخش عمده آثار حاج نعمت الله در شرح دقیق اصول اعتقادات، سنن و آیین‌های خالص مرام الحق است. همه مالامال از شهود روحانی. آثار حاج نعمت الله که شمار آنها به 20 جلد میرسد، هم به نظم است و هم به نثر، هم به فارسی است هم به کردی. در کنار تفکر و تعمق و نویسندگی، حاج نعمت الله موسیقیدانی است چیره دست که در هنر نقاشی نیز دستی دارد. تبحر او در موسیقی عرفانی همواره زبانزد خاص و عام است و ساخته های او همچنان در محافل معنوی خوانده و نواخته می شود. گذشته از اینا، حاج نعمت الله در میان جماعت الحق یک باطندار تمام عیار به شمار می آید، عارفی که از حقایق پنهان و ارزش‌های عالم معنا به خوبی باخبر است و اصول و فروع به درستی تشخیص می‌دهد. در قسمت زندگی نامه هم اینجا بخش دیگر از محاسن ایشان و کارهای ایشان پرداخته شده است و در بخش البته در اینجا نسب نامه و دوران کودکی چیزهایی هم در رابطه با ایشان هست و نسب نامه ایشان را به چیز میگه حسین بگ جلد برمیگرداند که ایشون اگر درست یادم باشد میشه پدر رمزبار که میشه مادر سحاک یا سلطان سحاک. و این در بخش آثار مکتوب اینجا که کلیک بزنیم میایم که این رساله ها موجود هستند و هر کدام به اصطلاح چند پاراگراف در موردشان نوشته شده است. من این پاراگراف ها را برخی از این پاراگراف ها استفاده می کنم به عنوان داده های این برنامه. این شخصیت معنوی ایشان یک در رابطه با تعالیم معنوی ایشان زمینه تفکرات حاج عقاید اسیر الحق است که این یک دروغ کاملا غلیظ هستش. این عقاید اصیل الحق کدام الحق؟ اگر منظور به اصطلاح میراث دانایان کردان هستش یا گوران هستش، ابداً اینها الحق نبودند و یک جریان اجتماعی و جریان فکری فلسفی موازی با اینها بودند، با الحق ها و سایر مسلک ها و فرقه های متصوفه که ما بدان میرسیم. ولی خب این که در اینجا آوردن که زندگی های متوالی در سنت الحق، اصل زندگی های متوالی یک رکن اساسی است و در اینجا به اون میرسیم که چطور سادات فرقه های موسوم به هفتوانه از این اصل انحراف پیدا کردند و سردم این اصل در واقع به نفع خودشان یا به سود خودشان بریدند که بدان میرسیم. و نکته مهم امشب یا این که نکته مهم در یافته های من که در این برنامه عرض میکنم در اینجا نهفته هست. در این مورد باید توجه داشت که
این مفهوم با نظریه تناسخ تفاوت‌های اساسی دارد که بارزترین آنها عبارت است از رو به منظور رشد و تکامل خود زندگی های مختلف را تجربه می کند، اما تعداد زندگی ها محدود به زمانی معین هست که به این هم میرسیم که ایشان 50 سال چیز کرده، مشخص کرده. اما این رو به منظور رشد و تکامل انحرافی هستش که ایشان از رشد فکری و تقویت اراده اعضای جامعه در جمعها به این صورت فرموله کرده یا به این صورت در آورده که یک روش یا رویکرد عینی و مادی برای پیشرفت و شکوفایی نونهالان را به معنویت تبدیل کرده است یا اینکه ایدئالیستی کرده. دو مسیر سعودی زندگی های متوالی از جماد به نبات، از نبات به حیوان و سرانجام از حیوان به بشر است و در این روال سیر قهقرایی ممکن است، یعنی فقط یک طرفه است و این در واقع همان مسیر پیدایش جهان هست که اینجا به انحراف کشیده شده است و به کاملا مخصوص شده است. و این من در برنامه در نوشته های یا یادداشت های فارسی و در ویدیوهای به زبان کردی از این پروسه را که در ابتدای شاهنامه فردوسی هستش و در جزئیات بدان پرداخته و به کمک سروده های یا کلام های اصلی من چیز کردم، بس دیدگاه پیدایش در جهانبینی دانایان جهانبینی فکری فلسفی دانایان گوران تشریح کردند و این است که بذر در از بذر در 4 عنصر دیگه به وجود میاد و آن 4 عنصر به قول حاج نعمت جماد ز خاک و آنچه برای زیست لازم است پیدا میشه و که نوبت به نبات رویندگی میرسه و از نبات به چه خزنده ها و از خزنده ها به حیوانات بزرگتر و سرانجام انسان هم از حیوانات شاخه انسان یا نوع انسان از حیوانات جدا میشه یا اینکه پیدا میشه و این برگشت حالا این از نظر به اصطلاح از دیگر خودش این را گفته که در تناسخ در واقع در تناسخ از در دیدگاه ادیان هندی سیر قهقرایی بخشی از تناسخ به اصطلاح فکر کنم 4 چیز میشه 4 مرحله نسخ و فسخ و که اینا چیزهایی دارن، دستور عملهایی دارن، یعنی که مراحلی باید طی بشه. اگر کسی چیز بکنه به اصطلاح کارماش یا توشه اعمالش منفی باشه چیز میکنه پایین میاد و یا که اگر پایین بره به حیوانات به اصطلاح خزنده و نباتات هم میرسه و بالا هم میره تا اینکه میرسه به اون ذات لایزال یا هر چیزی خودشان میدن. بنابراین این تناسخ چیز در معنای هندویسم در اینجا قرایی هم داره. به هر حال من منابع خود را از اینجا آوردم و میریم سراغ بحث اصلی این برنامه. ابتدا به یک نکته بسیار بسیار مهم میپردازیم که آیا ایوانوف و مینوروسکی چه مدت زمانی
از اقامتشان در ایران مصادف است با سالهای آخر عمر حاج نعمت الله مکری جیهون آبادی. همانطور که در وبسایت ایشان دیدیم، ایشان در بین این سالها زیستند که مصادف میشه با به این سالهای قمری و بین این سالهای میلادی. مینورسکی در این مدت زیسته. در ایران 1904 تا 1919 بوده و در این 15 سال مصادف میشه با که 15 سال آخر عمر حاج نعمت الله مکری. ایوانوف در این مدت زیسته. رشته مطالعات زبانهای ایرانی به ویژه فارسی جدید، مطالعات اسماعیلی شاخ آقاخانی در ایران سال 1990 بوده و از 1910 معذرت میخوام و رفته برگشته بین سالهای 1912 تا 1914 در ایران بوده. من یکم سفر را بزرگ کنم که عزیزان هم خوبتر ببینم. حالا ایشان بعد از 1914 که به روسیه برمیگردن، مقام معاون کتابدار و مسئول نسخه های خطی اسلامی در موزه آسیایی علوم روسیه در سنت پترزبورگ به عهده میگیرد یا به ایشان میدهند این پست را. بعد از 1917 که سال انقلاب روسیه هم هستش، موزه تغییر نام میدهد به انستیتیو مطالعات خاورشناسی که 1915 ایشان بیش از 1100 نسخه خطی از ترکستان و بخارا برای موزه فراهم می کند و این مقدار همش مربوط میشه به شاخه ها و شعبه های مختلف متصوفه، زیرا ایشان زیر نام چه نسخه های خطی اسلامی اینها را جمع آوری می کند که بخشی از اینها چی میشه؟ همون آثار یا اشعار دیوان خان الماس هستش که مبنای به اصطلاح پژوهش ایشان و سایرین در مورد یک کلیتی به نام علی الهی و الحق و غیره بدون وارد شدن به جزئیات میشه. و این است که ایشان نسخه هایی هم از در مورد اسماعیلیه که کس دیگری به نام زروبین در 1916 از نواحی جیهون اولیا گردآوری کرده به دست ایشان میرسه و ایشان مطالعات خودش را در باره اسماعیلیه چیز میکنه، از همینجا شروع میکنه و مجموعه رسائل و اشعار الحق که ایوانوف چاپ میکنه 1960 مصادف با 1338 خورشیدی در بنبعه انتشارات انجمن اسماعیلی که خود ایشان چیز میکنه، بنیانگذارش هست. خب وبسایت مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی که این ایوانوف و تذکر الاعلی مطلب دکتر محمد علی سلطانی چاپ کرده، همونطور که عرض کردم 106397 که من امروز این را از سایت برداشتم. بعد ایشون عاشق این علویان هستش و یکی از عناوینی هستش که ما را زیر چتر اسلام ایران اسلامی بکشاند و کشانده است. تا حدود زیادی موفق شده بود که ما در این سالهای اخیر تونستیم روند را چیز بکنیم کند و برعکس بکنیم در واقع. و این برنامه ابتدای حمله ما به چین پژوهشگران چه بگم بی وجدان قلم فروشی هستش که دیگه باید شرم بکنن، احساس شرمندگی بکنن و توجه بکنن به یافته های ما هم و دست از سر کیستی ما بردارن که ما بتوانیم چیستی
مبنای کیستی یا همون هویت خودمان را خودمان بتوانیم در یک پروسه صرافی یا در این میدان یاری بتوانیم که این را جلا بدهیم، جزئیاتش، عناصرش، و بتوانیم به مطابق زمان آن را باززایی در وجود خود باززایی و بازرویانی کنیم و نه اینکه کورکورانه از آنچه این حضرات فرمودند تقلید کنیم. علویان در ایران در زاگرس و ایران مرکزی و شرق که اینا به گوران و شاملو ای قرقوینلو که ترکیه یارستان و کاکی مشهورند و در مناطق چیز دارن، اگر بگویم آنان نگهبانان راستین فرهنگ ایرانی بوده و هستند سخنی گزاف نگفته ایم. تا کنون این قلم کارهای زیادی کرده، مطالبی در روزنامه ارجمند اطلاعات چیز کرده، انتشار داده که بیشتری هم به صورت کتاب در آمده و به همت انتشارات اطلاعات در اختیار خواستن قرار گرفته. بنابراین اطلاعات معلومه که ارگانی در دست جمهوری اسلامی و هیچ همتی برای کسانی که نتوانند به جمهوری اسلامی خدمتی داشته باشند همتی ندارند و نه تنها ندارند، جایشان هم زندان هستش. برای این بزرگوار هدیه ها و لوهای تقدیر زیادی از دست مبارک سران جمهوری اسلامی دریافت کرده. به خاطر همین کارهاش که ما را چیز کرده، هویت ما را به طور کلی لجنمال کرده که بتواند ایرانیت و اسلامیت با آن چیز کنه، با آن به اثبات برساند. با این همه در آغاز راه هستیم. خب ترکیه دانشگاه معتبر داره و کرسی علوی شناسی داره، ولی این گله میکند که ایران ندارد. تهیه گزارشی در شناخت این جمعیت دیرینه سال از دوره قاجاریه با یادداشت اعتماد السلطنه آغاز شد. خب بعد از مدتی به اصطلاح طولانی، وقفه طولانی در حوزه ایران شناسی فرانسه محوریت یافت. مطمئنا منظورش همون چاپ شاهنامه جهان آبادی هستش. معذرت میخوام. دقیقا که اینجا همون سخنی که من عرض کردم در رابطه با تکرار مکررات ایشان خودش چیز کرده، خودش گلمنده در صورتی که مطالب ایشان، کتاب‌های ایشان، نوشته‌های ایشان همش بر اساس نوشته‌های نور علی الهی و حاج نعمت الله جهان آبادی هستش یا عمدتاً. و ایشان منابع دیگریشان همین ایوانوف و مینورسکی هستش که همه این چهار منبع چیزی در رابطه با آنچه ما هویت خود میدانیم و در طی 20 سال گذشته در رابطه با آن کندوکاو کردیم، جستجو کردیم، نوشتیم و گفتیم، ربطی نداره با این. بعضی از آنها خط سیر خاصی را دنبال میکنند، همانند جناب عالی خط سیر خودت داشتیم. مشکل به همان فقدان کرسی و چه یا مرکز تحقیق درباره این کهن نهده ایرانی اسلامی برمیگرد. بعد اینشان آورده که طرحی به بالغ بر 2 سال است، یعنی از این تاریخ که این مقاله چاپ شده، انتشار یافته، از 1397، یعنی 2 سال پیش از آن چی کرده؟ طرحی شروع کرده، طرحی پژوهشی درباره منابع مربوط به پیروان آتشبگی مششعی از کلان خاندان‌های علویان الحق یارستان. ترهاتی به این ترتیب که یارستان را بدنام کردن، این آدمک‌های بیشعور که یارستان را بدون آن که بفهمن
این در یک کانتکست یارستان و دهها مفهوم دیگر معنا پیدا می‌کند. برای بیان یک جهانبینی فکری فلسفی به کار رفتن، نه اینکه هم معنا و هم مفهوم هم مایه الحق و علی الهی و علویان باشد. این است که انسان خونش به جوش میآید و هر چی را که از دهن بیرون بیاید بگوید به این حضرات خودفروش. خب این چه کرد؟ این همانطور که عرض کردم، این ایوانوف در واقع آنچه که تحت نام بخشی از سرانجام یا سرانجام به اصطلاح کلام های الحق به چاپ رسانده یا گردآوری کرده، همان آثار اشعار خان الماس، برادر خان آتش، بانی آتشبگی، خاندان آتشبگی هستش و از کلام های دانایان فیلسوفان گوران چیزی گیر اینها نیفتاده است و گیر این حضرت هم نیفتاده است، حاج نعمت الله جهون آبادی. خب تذکر الا این حرکت از جهت روشنگر شخصیت بزرگمردی از شیفتگان زبان و فرهنگ ایرانی. باز هم این فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی دارد همه چیز، این هویت را به زورم میخواد بچپانه زیر این مفاهیم، به خاطر چه؟ به خاطر گم شدن در هویت ایرانی مثل اسلامی و از استقلالش کاسته شود، از مایه هایش کاسته شود. ولادیمیر ایوانوف چه نخست میبایست حاصل تلاش کندوکاو آلمانه و عمیق او را که بر روی تذکر الاعلی انجام گرفته بود بار دیگر مطالعه و بررسی و با نسخ موجود مقابله میکردن. خب نسخه ایوانوف 1950 برابر میلادی برابر با 1300 شمسی در هند با قلم نستعلی خوش چیز کرده، در بمبئی به چاپ رسیده، انجمن اسماعیلی. و اینجاست که اشعار الحق به چیزه، این عنوان سرشت مجموع رسائل و اشعار الحق به اصلاح ولادیمیر ایوانوف به تب رسیده و در اینجا شهر تعلیقات و تحقیقات ایوانوف بر این کتاب با عنوان پیروان راستی، بعد در اینجا آورده پرستشگران واقعی کردستان چه الحق، که این در لیدن هلند آورده که به چاپ رسیده. این متن بعداً 1960 چیز در تهران هم به چاپ میرسه. متن انگلیسی این کتاب با سی و اتمام سما سلطانی، حالا نمیدونم نسبتی با خودش داره یا نه، به فارسی برگردانده شده است. به نهایت ترجمه پاکیزه و نزدیک به متن اصلی عرضه گردید. ژرفای کندوکاو این مستشرق اسماعیلی شناس که در اکثر موارد اعتقادات الحق را با اسماعیلی پیوسته و آمیخته می‌داند و اینجاست که این حضرات چه دانستند از تاریخ و هویت ما. در این ادبیات مشخص میشه که اسماعیلیه و الحق و اسماعیلیه هر دو شاخه‌های متصافی هستند و ربطی به ما ندارند. خب نکاتی نایاب در باره ارتباطات گسترده و عمیق یارسان و به ویژه آتشبگی‌های مششعی با جزایر فکری و اعتقادی در حوزه ایران فرهنگی به دست می‌دهد. حوزه ایران فرهنگی و چه یارسان که آخه با مرد که از کی تا حالا شما میتونید از واژه یارسان استفاده بکنید؟ از این به بعد با رکیک‌ترین الفاظ این بزرگواران به اصطلاح پژوهشگر مورد خطاب قرار میدن که دیگه یک دفعه دیگه جرأت استفاده از این واژه نداشته باشن.
این واژه نیست که در این ادبیات در این جهان بینی نیست، در این نظام باوری به اصطلاح ناقض جایی داشته باشه. و این حوزه ایرانی عزم پرستی، ایزدی، اسماعیلی، قلندری و مسیحیان کهن و اینها چه پیروان این محله هستند که همه را چی اختلاف دادند، با هم درآمیختند که چه بشه فرهنگ ایرانی اسلامی به اصطلاح وجود بیاید. بعد نامه‌های بین ایوانوف و شخصی به نام هنری کوربن که رد و بدل شده که این درباره چیزش نوشته، درباره محتوای تذکر الاعلاش نوشته و این جاش جالب هستش که ایوانوف به کوربن در نامه مورخ 2 مرداد 1332 برابر با 29 ژوئیه 1953 درباره متن ترجمه انگلیسی تذکر الاعلی و تعلیقات و حواشی و مقدمه تحلیلیش بر آن می‌نویسد: متون الحق که امیدوارم به همین زودی از چاپ درآید واقعا یک چشمگشای حقیقی بود، زیرا به من امکان داد تا در ژرفای منش توده‌های مردمی که در عصر فاطمیون و پس از آن به اسماعیلیه پیوستند کندوکاو کنم. کندوکاو کنید، خب این یعنی فاطمیون، اسماعیلیون و اسماعیلیون الحق. خب نامه دیگری که در این رابطه نوشته کریستیان ژامبر به اصطلاح در مقدمه کتاب مکاتبات هنری کوربن و ولادیمیر ایوانوف که این مکاتبات ظاهرا کتاب شده، در خصوص توجه ایوانوف به تذکر الاعلی می‌نویسد: از نظر ایوانوف هر نوع فلسفه در زمینه علوم دینی خیال پردازی و موهوم است و حقیقت گفتمان روحانی یا معنوی در مجموع شرایط تاریخی مسلم آن نهفته است. خب اصلا خود دین خیال پردازی موهوم است و ربطی به فلسفه ندارد که در اروپا این کار را کردن به خاطر اینکه از دین شروع کردن که به فلسفه برسن، نه از فلسفه نه برعکس. این بدان معناست که متون اسماعیلی نظاری که او منتشر می‌کند با تاریخ جامعی که متون در آن پدید آمدن رابطه اجتماعی و جدلی دارند. پس یک رابطه به اصطلاح دیالکتیک این متون با افرادی که خود را دارای آن متون یا صاحب آن متون میدانند برقرار شده و این متون با اون جامعه چیز عجین هستش و در ارتباطی عملی معنوی هستش و این طبیعیه. منتها چرا این را به ما ربط بدن و اینجاست که این حضرات پژوهشگر کم می آورند در رابطه با متد پژوهشیشان خامی هاشان که برجسته می شود و این خامی ها هم نتیجه خامی سران فرقه‌های هفتگانه است که خودشان را به ما منتسب کردند. متون و آثار عامیانه‌تر را بر متونی که محتوای ماورا طبیعی والا دارند ترجیح می‌دهد، زیرا آن متون شیوه احساس جامعه را به همان صورت که هست بیان و منعکس می‌کند. به اصطلاح متونی که حاصل تجربه، حاصل یاری یک جامعه است، مسلماً بیانگر احساسات آن جامعه، بیانگر تفکرات، بیانگر به اصطلاح روش زندگی، روش برخورد با هم دیگر و به طور کلی فرهنگ آن جامعه هستش و این متون دینی متونی که صامت و ثابت هستند که جامعه کورکورانه یا به اجبار آن را تقلید میکنه. پندیات جوانمردی از آثار بجا مانده از سفارشات اعتقادی و فکری و سیاسی المستنصر بالله ثانی اسماعیلی هیچ گونه ارزش و فایده که فلسفی ندارد و اینا به این محتوا پرداخته و اینجاست که این تذکر الاعلی غیر از بخشی از آن که اشعار در برگیرنده اشعار خان الماس هستش،
بقیه به این 1100 به اصطلاح نسخه خطی که گردآوری کرده به فرقه های مختلف رویز اسماعیلی مربوط می شود. این فرقه های مختلف دیگه اینها چیکار کردن؟ آوردن و زیر نام الحق به همه تعمیم دادند و کمترین توجه، چون اینها دسترسی کرد. برنامه پیشم تحقیق کرد که ساداتی که خودشان را از زمان صحابه تا به امروز دارای یک دین میدانند و میراثدار خودشان را میراثدار صاحب میدانند، به هیچ منبع کلامی دسترسی نداشتند و اینها که همونطور که حاج نعمت هم میگوید هر کدامشان افکاری و باورهای چیز برای خودشان از دیگران به عالیه آوردند و بومی کردند یا خودی کردند. به هر حال این بود درباره ایوانوف. حال ببینید که آثار حاج نعمت را بررسی بکنیم. ایشان چگونه چه اعتقاداتی داشتند و چگونه فکر کردند و این اهل حق ایشان یا دین حقیقت ایشان از کجا سرچشمه میگیرد و چه ربطی به آثار دانایان گوران دارد، یا آیا اصلا ایشان به کلامی، به سروده ای چیز کرده، ارجاع داده یا نداده است. اینجاست که در این رساله ها هیچ نشانی از هیچ کلام و هیچ سروده نیست. حالا این رساله ها را من درخواست میکنم از عزیزانی که وابسته به خانواده حاج نعمت الله هستند، اگر میشه اسکن این آثار برای من ارسال بکنن، ما بتونیم برای پژوهش به کار بگیریم. جاودان سرا، یکی از رساله های ایشان جاودان سرا است که این به نثر روان و ساده فارسی هستش، 100 صفحه هستش. این رساله در بیان ارکان، آداب و رسوم و آیین‌های ویژه الحق هستش. این بعد جاودان سرا شامل 25 باب هستش. موضوعات ویژه الحق، مظهریت، دونادون، 32 جزء بودن قرآن، سرسپردن جمع و ذکر، روزه، شرط و غیره در این رابطه ها هستش و این مهمه. اگه مثلا این رساله من داشته باشم، میتونم ریشه باورهای این حضرات را از اونجا پی بگیریم، نه از سحاق. مؤلف اینجا آورده که سبب تحریر علت این رساله، نوشتن این رساله چه است؟ مؤلف سبب تحریر این رساله را این گونه بیان میکند: چون بعضی اشخاص معتبر و با معرفت که آبا اجداد آنها از طایفه الحقیقت بودند، حال این طایفه الحقیقت همین جمعیت هایی هست که بعداً پیرو همین یافته های حاج نعمت الله و پسرش نورعلی الهی چه میشن؟ به اهل حق موسوم میگردن. از خوب بودن این نقطه چینا، یعنی چیزی بعضی کلمات نیستش، از دین مبین حقیقت متشکی میشوند. پس اینها، حالا من این چیزا میریم پایین که از روی خود اون اسکن بخوانیم این بخش را، خوبتر شاید بفهمیم که مسئله چیست. حاج نعمت الله معتقد است هیچ مذهب و ملتی خالی از حقیقت نیست و نباید هیچ یک از آنها را رد کرد. میگوید شیوه حق شناسی این است که فرد همه ملت ها و مذهب ها را خوب بداند و کسی را رد نکند. او عقیده داشت که اصل دین در همه ادیان یکی است، که در نتیجه این که بعداً هم بدان میرسیم، ایشان یک نوع که یک دین ابداع کرده که این دین را چه مایه همه ادیان میداند و این ربطی به میراث سحاق ندارد. این فروعاتند که تغییر میکنند. مثلا اصل دین یکی است، مثلا فرعهای مثلا سنت ها و مرسومات فرعی تغییر میکنند.
و در پایان تأکید دارد بر این که هر کس علی را بشناسد خدا را شناخته است و هر کس نفس خود را بشناسد یعنی وجود خود را پاک کند ذره ای از ذات علی در قلب او میتابد. خب این آن بخش که گفتم میرسیم. این یک صفحه از جاودان سرا هست که من این شماره رو در آرشیو خودم یک گذاشتم و در اینجا صفحه 3 در همون رساله. در واقع این نمیدانم حالا اگر این رساله باشه در درسته این جمله اگر اعتقاد ایشان به این که این دین ابداعی ایشان بعد از این دیگر کتاب آسمانی نزول نمی کند، حالا منظورش این باشه که بعد از این مجموعه رسالاتی که ایشان تهیه کرده و حقایق به اصطلاح دیگه این را کتاب آسمانی تصور کرده یا پنداشته و چیز دیگه معتقد بوده کتاب آسمانی دیگری نزول نکنه که بعدا این تصور تقویت میشه، به نکاتی میرسیم. خب ایشان سبب از تحریر و تستیر این رساله حقیقت حالا این آیات یا هرچه این است که آیات این است که چون بعضی اشخاص معتبر و با معرفت که آبا و اجداد آنها از طایفه حقیقت بودند، زیرا به واسطه این که به پای منبر واعظان و عالمان اهل اسلام می نشینند و زانان و ازها و کلامهای سنجیده و احادیث های پسندیده استماع می نمایند و از دین مبین حقیقت متشکی می شوند و دلسرد می گردند. لحاظا این بنده حقیقی حاج نعمت الله هستم، مرد سالک ریاضت کشی می باشم که چندین سالها است که خود را در راه حق فنا ساخته و از دنیا گذشته، ترک لذات نفسانی کرده و حرص نفس را کشته و به واسطه پیروی عشق حقیقی و صداقت حالا این کلمه برام خوانده نشد به حق آشنا گشته و ذره از روح القدس بر جامعم نزول فرموده بود و به هر خیر و شر از سر باطنی و وقایات آینده روزگارم آگاه می ساختی. منظور همون روح القدس. باری محض رفع تشکیکات قلب‌های دوستان حقیقی به فرمان روح القدس که شاهد قلب او را مینامند که منزل آن روح القدس در قلب دل مؤمنان و عاشقان و صادقان و سالکان و مقدسان و متقیان می باشد. به چندین نمیدارم این کلمه هم میخواده درستی به طور مختصری در این رساله چه بیان نموده که دوستان با معرفت بخوانند و از روی صداقت و انصاف تصدیق نمایند. و دوباره حالا این صفحه عکسش نیستش که من از روی همون متن وبسایت آوردم و دوباره بازگشت به سوی حق بنمایند و سررشته دین مبین حقیقت را به دست بگیرند. به فرمان حضرت شاولیا، در اینجا شاولیا منظورش چه؟ علی هستش. مأمور شدم که قانون و رسومات دین حقیقت را از اصول و فروع به زبان فارسی بیان نمایم. خب این از طرف این حضرت شاولیا یک دین ابداع کرده است و این سررشته دین مبین حقیقت که نامش گذاشته دین حقیقت و
این چه شده؟ این شده به اصطلاح لفظ یا اصطلاحی برای سادات خاندان‌های هفتوانی یا فرقه‌های هفتوانی که خودشان را پیران حقیقت و نازانم ایشان نعمت الله علی را چیز کرده، شاه حقیقت رو خوانده و چیز، اونها صحاک را، بنابراین چیز کردن این جابجایی ها به خاطر تراشیدن اعتقاد. بنابراین این علتی این که این رساله به اصطلاح نوشته این است که بتواند الحق ها یا این که پیروان حقیقت پای منبر واعظان اسلام می روند، احادیث و وعظهای سنجیده میشنوند، از دین حقیقت دلسرد میشوند، مشکوک میشوند، به اصطلاح شک پیدا میکنند و میرن چه میکنن، همون طوری که در حالا ما نرسیم در زبان فارسی ولی در زبان کردی از نامه از سید شمس الدین حیدری داشتیم که نگاهی انداختیم که به زبان فارسی هم نگاهی میاندازیم به اون در برنامه و ایشان هم چه به این نکته پرداختند که سران هفتوانه‌ای که به اصطلاح مایه و شعور حفظ اتحاد بین گروه های خودشان را نداشتند و که مریدانشان دست به دست به دیگران پیوستند یا حداقل گروه های خودشان را ترک کردند و اینجاست که این حاج نعمت هم در اون از آن مقطع صحبت میکنه که سید شمس الدین حیدری صحبت میکنه. در واقع این همدیگر را تایید میکنه. نکته مهمی که در اینجا هستش این درباره خلقت هستش که این به اصطلاح روایت از خلقت همانی است که الحق هفتوانی های الحق چه تکرار میکنن به عنوان روایت خلقت خودشان که در ابتدا چه بوده؟ حضرت حق ملائک چیز میکنه، خلق میکنه و نکته ای که این البته این در اینجا نیستش، یک صفحه دیگه که به آن میرسیم. این بزرگواران که این در مبانی اصلی یا اینکه دکترین اصلی این چه هستش، دونادون هستش و در اینجا بدان میپردازد. دونادونی که همونطور که در ابتدای ارائیزم گفتم چه کردن؟ سردم این اصل را بریدن. هفتوانه یا سردم این اصل را بریدن که برای خودشان چه آسان کاری بکنن و این به اصطلاح دورانیت ذات را از صحابه از یک طرف باویار و از بخشی از آنها ابراهیم چیز کرده باشه، به اصطلاح تجلی یافته باشه، انتقال داده شده باشه و بعد از آنها چه به سادات در اصطلاح تخمه سادات به جریان افتاده باشه و اینها هیچ عملی احتیاج نیست انجام بدهند که رضای به اصطلاح حضرت حقشان به دست بیاره. آنچه که از ابتدا حاج نعمت الله جیهونابادی مکری گفته این است، در اینجا این است که میگوید چه؟ میگوید در خلقت مقدر چنان نموده که هر ذراتی در جامعه انسانی که 50,000 سال زیست بنماید، 50,000 سال زیست بنماید. خب یعنی هر در 1001 مظهر چه گردش داشته باشه، در 1001 50,000 سال در 1001 مظهر گردش داشته باشه و این یعنی هر مظهر برای هزارش در اینجا که چیز میکنه مظهری
هم به 50 سال. خب هر مظهر 50 سال و برای هزارش میشه چه؟ میشه 50,000 سال که من در اینجا آوردم. دوباره بازخوانی میکنیم به خاطر اینکه عزیزان به این اصل این اصل حاج نعمت الله جیهون آبادی پی ببرن که بفهمند که این اصل چه گفته ایشان و اصل بر چه مبنای حساب کرده که هر ذره ای در جسم انسانی، در جامعه انسانی 1001 به اصطلاح گردش داره، مظهریت پیدا می کند. هزارش را این است که 1000 گردش، 1000 بارش هر بار 50 سال زیست میکنه که میشه 50,000. و اون دون آخری که که امروزه تحریف شده و سادات و هفتوانهی ها میگویند که 1001 دون به اصطلاح ذات، این در اینجا ذره است، در اینجا ذره آوردن که هر ذرات در جامعه انسانی. خب اونا چه کردن هر ذات، و این ذات 1000 بار که در بعضی، البته در بعضی نوشته ها میگویند که روحه که 1000 بار دورانیت پیدا میکنه. منتها در هر صورت آنها حساب میکنن که 1000 روح یا ذات 1000 بار دورانیت در 1000 جسم به اسلام مظهریت یا تجلی مییابد یا جامعه به جامعه میشود و در 1001 دون چی میشه؟ به حق میپیوندد، در حق به اصطلاح در نور حق، بخشی از حق نور حق میشود، بخشی از ذات حق میشود به ادبیات خودشان. ولی چی میگوید نور علی به اصطلاح حاج نعمت الله جیهون آبادی میگوید؟ چه میگوید؟ و آن یک دون آخرین و آن یک دون آخرین جامعه آخرت است. جامعه آخرت است سادت، باید بدان یک دون حسابهای آن 1000 دون از او کشیده شود. بنابراین 1000 دون، من همیشه این برایم پرسش بوده چطور در همه نظام های باوری یا ادیان مثل ابراهیمی یا زرتشت یا ادیانی که سر و ته دارن، در واقع حول یه دکترین و در ارتباط با یک قدرت لایزال نظام بندی شده‌اند، بیان شده‌اند که اینها خلاصه در یک جای به چماق به اصطلاح هویج میرسند یا به پاداش مجازات میرسند در اون دنیا که برای اعمال خوب برای آنچه به اصطلاح پیروی از دستورات و احکام آن قدرت آفریننده یا لایزال پاداش داره و اگر تخطی بشه و چیز بشه انجام نگیره دستورات احکام به اصطلاح فرایض که مجازات میشه در اون دنیا. در نتیجه سادات به امورات شکم و پایین شکمشان میرسند بدون اینکه اعمالشان چه در چگونگی این دورانیت تأثیری داشته باشد و این خلاف به اصطلاح آنتولوژی دینی هستش یا ریلیجن فیلسوفی. وقتی با فیلسوفی آف ریلیجن به این نگاه میکنی، به این خوانش سادات از این اصل حاج نعمت الله، میبینی که حجویاتی بیش نیست، چون یک نظام باوری منظم به خود نمیگیرد. حتی برای سرسپاریشان، برای سبیل داریشان، نمیدانم برای روزه داریشان، هیچ کدام از این سنت ها به یه هویج به اصطلاح هویج شلاقی منتهی یا مختوم نمیشه، نه در باطن به قول خودشان، نه در آخرت به قول حاج نعمت الله. در نتیجه این اعتقاد که ذات یا روح 1000 جسم عوض میکنه، 1000 جامعه عوض میکنه بدون اینکه کمترین ربطی به
رفتار و عمل کرده انسان داره یا مریدان، پیروان، مخلوقات داشته باشه، این خلاف به اساس آنتولوژی دینی هستش. آنتولوژی یک مذهب منظم هستش. بنابراین سادات این اصل را تحریف کردن یا اثر ندانی یا تعمد یا عمدی این را نادیده گرفتن و از همه بدتر این در دسترس پژوهشگران، حالا حداقل از وقتی که در این وبسایت منتشر بوده در دسترس بوده و پیش از آن هم در دسترس پژوهشگرانی بوده که به آثار حاج نعمت الله جیهون آبادی دسترسی داشتن. من از این به شدت عصبانی میشم، از این که این پژوهشگران چقدر خام بودند که نتونستن این نکات ظریف را که در بیاورند و مبنای به اصطلاح مبنای آنالیز خودشان بکنن که چی این علاقه خلاصه آیا سادات و خاندانهایشان به الحق و متصفا تعلق دارن یا به هویت گورانیان. خداوند در خلقت، دوباره این من نوشتم که بتونیم تکرار بکنیم، خداوند در خلقت مقدر چنان نموده که هر ذراتی در جامعه انسانی 50,000 سال زیست بنماید، یعنی در 1001 مظهر گردش داشته باشد و هر مظهری هم به 50 سال در دنیا گذران بکند که در حساب موزون آن هم 1000 دون به 50,000 سال می شود. خب 1000 دون، هر دون 50 سال میشه چه 50,000 سال و آن یک دون آخرین جامعه آخرت است. باید بدان یک دون حسابهای آن 1000 دون از او بکشند. متاسفانه دنباله نداره، صفحه بعدش نیستش. به این حالا این رساله فرقان الاخبار که اینم از تالیفات مهم ایشان هستش. به اصطلاح فرقان هم در معنی به اصطلاح حائل بین حق و باطل یا آنچه که حق را از باطل جدا می سازد، آشکار می سازد، مجزا می سازد. خب حالا از تعریفات مهم حاج نعمت الله به نصب است و ولادیمیر مینورسکی مستشرق معروف چه کرده؟ آن را یکی از منابع بسیار مهم و دست اول برای شناخت مرام الحق معرفی می کند و اینها هستند ایوانوف از یک طرف، مینورسکی از طرف دیگر. این که این آثار که هیچ ربطی در واقع به ما ندارد چی میکنن؟ منبع شناخت ما زیر نام چه؟ زیر نام اهل حق، مای گوران، مای میراثداران جهانبینی فکری فلسفی دانایان کردان. این هویت شرم‌آور است برای میراثداران ببرها و شیرها، نهنگها و فیلها. این هویت برای ما شرم‌آور است و هیچ پژوهشگری از این بعد نباید به خود جرأت بدهد با استناد به این منابع بر سر هویت ما قلم فرسایی کند، دهان باز کند، سخنی بگوید بدون این که بیاید منابع خود ما، یافته های تازه خود ما را مطالعه بکند و بر مبنای آن در مورد ما فهم درک داشته باشد، درک تازه. حاج نعمت الله میگوید فرقان الاخبار در اصل به کردی بوده. بعد این فصل چهارمش، 4 فصل هستش. فصل چهارمش در بیان احکام و اوامر و نواهی الحق هستش. دوباره خب
حاج نعمت الله در این کتاب 1288 که سال مرگش هم هستش، مأموریت خود را از طرف صاحب زمان میداند. به این توجه بکنید، ایشان مأموریت خودش را چه از طرف صاحب زمان میداند. و یه نکته که اینجا باید عرض کنم این است که یا واقعا نور فرزندش نور علی الهی که در یک برنامه به آثار ایشان هم یا به نکاتی از آثار ایشان هم میپردازیم، یا واقعا این متون پدرش را نفهمیده، یا در واقع ایشان به نوعی خود را از این میراث جدا کرده. این حاج نعمت الله تأکیدش بر این است که ایشان یک دین تازه از طرف امام زمان، به اصطلاح صاحب زمان، که اون هم چیز در مأموریت پیدا کرده که چه این دین را به فارسی اصول و ارکان و به اصطلاح فرع و اصلش را چه بیان کند. ولی در عوض نور علی الهی بارها و بارها در برهان الحق از دین ابداعی خودش سخن میگوید و چه شبها، یک شب با علی، شب دیگر با اصحاب که در تماس است، در به اصطلاح مراوده داره، با آنها صحبت میکنه، برایش چه میکنه، با ایشان سخن میگویند و که در برنامه به آن میپردازیم. و این دوباره تاکید میکند صاحب زمان باید دین صاحب الزمانی را برقرار کند. خب و میگوید باید دین صاحب الزمانی، و این دین صاحب الزمانی همونطور که پیشتر گفتیم که گفته مایه دین ها همه یکیه، اصل مایه دین ها یکی که جوهر دین ها یکی که چه فروعاتش متفاوت و متقید، و این است که ایشان این دین صاحب الزمانی را در واقع پیوندگاه همه شاخهای الحق، حالا بدون توجه به پیشینه و مبدأشان، با اسلام هستش که پایینتر بدان میرسیم. پس این چیز، این دین صاحب الزمانیشان دینی ابداعی و در برگیرنده مایه تمام ادیان هستش، همونطور که در بالا آوردیم و پایینتر هم دوباره تکرارش میکنیم. با احیا و تعمیر اینجا دوباره با احیا و تعمیر خرابه های دین حقیقت زمینه را برای ظهور حق آماده کند. در اینجا به نوعی همون اعتقادات احمدی نژاد در اینجا نهفته است که میگفت که ایشان زمینه را برای ظهور امام مهدیش که آماده میکند، که این همین دیگه، همینه که حاج نعمت هم همین را تکرار با احیا و تعمیر خرابه های دین حقیقت. و این دین حقیقت چه بوده است که شما به آن اشاره نمی کنید؟ نمیگین چرا تعمیر کرده ای، چه خراب شده که شما تعمیر کردی که برای ظهور حق آماده کنید. ظهور حق و آن هم چه در جسم مهدی یا صاحب زمان، که از دید بسته اسلامی صاحب زمان همون مهدی موعوده که یه موقع باید چه بکنه؟ ظهور بکنه. همچنین برقراری خاندان دوازدهم، در اینجا دوباره 11 خاندان که همون هفتوانه به علاوه 4 خاندانی که بعداً تشکیل شده، و خاندان دوازدهم چی باشه؟ خاندان حاج نعمت الله جیهون آبادی زیر نام خاندان صاحب الزمانی اعلام می‌داره. پس کون قباله نو شده و از این پس حکم خاندان‌های گذشته ملقا شده است. تقلید بر میت جایز نیست و باید از صابحی و پیر نقد اطاعت کرد و سر به خاندان نو سپرد. یعنی در واقع حاج نعمت الله جیهون آبادی در این مقطع که این رساله را نوشته
بر این تصور بوده که این دین ابداعی ایشان چه بکنه؟ جای تمام شاخه ها و شعبه های موجود آن زمان بگیرد و همه چه بشن؟ پیرو این دین صاحب زمانیشان بشن. و همینجا تاکید میکنه که کون قباله نو شده است و این احتمالاً ارجاع به همون قباله‌ای که در تاش از شاقاشین هستش، احتمالاً به این در اون چیز باشه، از اون ادبیات اساس شده باشه. پس حکم خاندان های گذشته ملقا میگرده، یعنی خاندان هایی که وجود داشته هفتوانه همون 11 خاندان چه ملقا هستن، باید چه در این خاندان تازه ایشان پیرو بشن، به این بگروند. این در واقع همان طرحی است که سید شمس الدین حیدری زیر نام فرقه یارستان میخواست چیز بکنه، ایجاد بکنه. و در واقعشان هم ترفندی به کار میبرند که خودش همون فرقه به اصطلاح یارستان بشه تک خاندانی که بقیه در آن به آن سرسپرده شوند. هرچند در آن زمان میراثداران تیمور بانیاران و نوروز سورانی بسیار از قرن 13 هجری، از یاری قرن 13 هجری بسیار قدرتمند بودند و وزن اجتماعی و فکری داشتند و از نامه سید شمس الدین حیدری پیداست که ایشان مجبور بوده که سران هفتوانه را در واقع یه ربوط‌های گوشت استخوانی تشبیه کند و همه اختیارات به هفتن خواهان بدهد، به پیشوایان هفتن خواه بدهد. و این دو طرح که معاصر هستند در نتیجه این را بیان می کند یا حاکی از این است که این کشمکش بین افرادی که در حال فرقه سازی و دین سازی بودن، خاندان سازی بودن، که 4 خاندان قبلا ساخته شده در قرن 12 قمری اصلا، و این خودش را یه خاندان صاحب زمانی میداند و موافق نمی شود سید شمس الدین که فرقه یارستانش را ایجاد کند. چه کار می کند؟ می رود و برخی از پیشینیانش برجسته می کند، خاندان خاموشی و سیبراکه، که جایگزین شود. حالا این چه تقلید بر می جایزی، یعنی اون خاندان ملقا شدن، دیگه مردن و تقلیدی ندارند و باید از ساقهی که ای هیچه وحی این حاج نعمت الله که مأموریت دارد چه بکند؟ این خود را صاحب زمان میداند، مأمور خود را از طرف صاحب زمان میداند، باید دین صاحب زمانی برقرار کند و با احیاء خرابافلان یک خاندان تازه که همه را در بر بگیرد. همچنین نظر به عشق و ارادت بیشاعبه اش به علی خود در چند جای دفتر بیان میکند که مقصودش از نوشتن این مطالب اثبات گردش مظهرات و حقیقت علی مرتضی است. پس در نتیجه این انسان خودش چه بوده؟ شیعه بوده. در واقع در جای دیگه میگه که من پیرو شیعه 12 امامی هستم. این شیعه بوده، خود را مأمور از طرف امام زمان شیعه دانسته و من نمیدانم آخه یک پژوهشگری که تا این اندازه تیزبینی و ریزبینی نداشته باشد که این نکات مهم را ببیند، پس پژوهش چرا مثلا اقدام به پژوهش کرد؟ چرا خود را پژوهشگر دانست؟ وقتی شما به وسائل و ابزار پژوهشی مسلط نیستید، مجهز نیستید، چرا به هویت دیگران لطمه میزنید؟ در جای کتاب این در اینجا دوباره پند و اندرز در این زیاد است در این رساله، در جای کتاب به کرات خواننده را ترغیب میکند
که به فرمان صاحب امر و ولی زمان درآیند که همان که عرض کردم به خاندان ایشان سر بسپارند. و اینجاست که ایشان در این فرقان الاخبار که همونطور که در بالا هم گفتیم در اینجا میپردازد به چه؟ به علی، به خلقت، که این در ابتدا نه قلم بود و نه خورشید و نه اختر و کواکب و هیچ نبود، همون چیزی که به سروده هم تبدیل کردن. از هیچ چیزی خبری نبود. بعد سراسر جهان بحر آب بود و همونطور که گفتم بعد این 4 ملک مقرب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل را چه میکند؟ خلق میکند. بعد اینها در میچرخند، سرگردان هستند. بعد دین حقیقت در آن زمان برقرار بود است. یعنی وقتی که اینها میگویند سادات که دینشان از ازل بوده، همین گفته همین سخن حاج نعمت الله جیهون آبادی هستش که این دین حقیقت در آن زمان در موقع خلقت بین این جبرائیل و بسیار 4 ملک اینها هستش که میان بعدها اینها را پیوند میدهند به 4 به اصطلاح 4 وزیر زمان پادشاهی سحاق و از اینها را در هم ادغام میکنند. در میآمیزند این تاریخ واقعی ما با این روایت های ساختگی و خرافی. پس این چه میکنند؟ اینجا دیگه خلقت از همون ابتدای خلقت دیگه معلوم میشه که چه اینا که از ابتدای خلقت عالم تا انتهای یوم آوردن که از گذشته و آینده اخبار دادند که اول علی بوده است و آخر هم علی هست. پس این اول آخر یار علی هستش. اول و آخر یار در بیان و در استفاده یاران و پیران صدی 7 و 8 اول آخر یار منظور چه بود؟ برابری در جمعها، برابری در بین یاران دلالت داشت. ولی این اول یار بود علی بود و آخر علی بود بعدها جایگزین میشه. پس این است که همه چیز علیه. اگر خدا اینه که هم علی می باشد، علی بوده است و آخر هم علی می باشد. اگر خدایی بوده است در خانه بشر و جامعه علی پنهان است. پس این است اگر خدایی بوده است در خانه بشر و جامعه علی پنهان است و احدی خبر از سر حق نداشته و ندارد. هرچی که انسان مشاهده چه بکند از بطه علی سیر کردن. پس همه چیز از علیه و تمام دنیای چه کهن و بقای عاقبت و نمیدونم چه اون کلمه به دست علی است. صاحب کل و جز علی می باشد. از آن است که علی را به خدا می دانند. خدا در لفظ عرب یعنی صاحب و بجز علی از علی و بجز از علی بر 2 عالم کسی دیگر که خدا نیست. هرچی هست علی است و هرچی نیست که احدی نمیداند آن خدای هوهویی است که علی از او خبر دارد و سر آن خدای ندیده به جهت نبی نوع انسان تا حالا. پس علی ایشان که همه چیز در رابطه با علی هستش. در اینجا هم ادامه کلام هست در این صفحه در رابطه با علی. علی چه هستش؟ صاحب کائنات، علی همه چیزه، علی خدا می باشد. اگر خدایی هست خدایی علی است. پس
این اگر بر تمام عالم و لوح و که علی خدایی می باشد، علی خدا می باشد و این مخلوقات بر حقیقت همه چیز شرح آیین حقیقت مذهب مظهر. اینجا در رابطه دوباره به شرح آیین حقیقت میپردازد که مذهب مظهر و گردش دون بدون و طریق نادان چه هست پیران حقیقت و طریق چه پیران حقیقت در کلام فلان بیان داده اند. خب که شرط حقیقت در پرده سر مخفی بوده است و از آفریده کسی پی نبرده است چه مگر کسانی که اهل ریاضت و طالب به حقیقت بوده اند. پس این اسرار نزد چه ریاضتکاران و کسانی که طالب به حقیقت بودند که طالبان به حقیقت چیکار میکنند؟ سیر سلوک میکنند که به حق برسند. بعد در کنج خلوت اینا خانه دل حق را پیدا کرده اند. پس این اگر چیز باشد سر نزد کسانی که ریاضت میکشند و بعداً چه در کنج خلوت خانه دل حق را پیدا میکنند، شهود پیدا و شهود ظهوری. میخوام و این است که از شرط آیین حقیقت قانون پیرودلیلی آگاهی حاصل کردن و این است که این شرط آیین حقیقت از طریق ریاضت و پیدا کردن حق در خلوت خانه چه؟ خانه دل هستش که از شرط آیین حقیقت با اطلاع میگردن و قانون پیرودلیلی آگاهی حاصل کردن. کسانی که این مسیر رفتن، این مسلک را داشتند، به این شرایط یا به این آگاهی رسیده اند. پس این چه از کلام، از گفتگو، از به اصطلاح تبادل گوهر به دست نیامده این شرط آیین حقیقت. و این است که وقتی پژوهشگرانی که نتوانند اینا را تشخیص بدن نباید خودشان را در کاری بکنند که در اثر نادانی، در اثر نفهمی، در اثر خاماندیشی آنها ادعی هویت ادعی لکه‌دار مخدوش منحرف گردد. هر جا که ذات حضرت پادشاه دو عالم و اینها منظورش علی هست و سادات چه به با سها تداعی کردن. حالا این 9 صفحه 5 صفحه من مونده که یکم سریعتر که فکر کنم خیلی برنامه خیلی طولانی شد. خب این هم شرح دین و آیین مذهب مظهر و گردش دون بدون همون جاست که نوشتم، همونه که تایپ کردم. پیران حقیقت در کلام بیان دادن که شرط حقیقت نقطه چینها کلماتش خوانده نشد. حقیقت در پرده سر مخفی بوده است و از آفریده کسی پی نبرده است مگر کسانی که اهل ریاضت و طالب به حقیقت بودند و در کنج خلوت خانه دل حق را پیدا کردند و سرانجام خلقت خودشان دانستند و سرانجام خلقت خودشان دانستند و از شرط آیین حقیقت و قانون پیرودلیلی آگاهی حاصل کردند و در هر جا که ذات حضرت پادشاه دو عالم جلوه و بقیهش در صفحه دیگر است که نبود در وبسایت. حالا این رساله کاشف الاسرار هم مهم است. این هم در 124 صفحه به نصب فارسی هستش. عنوان مقدمه کتاب حق الحقایق یا شاهنامه حقیقت هستش و این رساله در زمینه آن تعریفات حاجی نعمت الله مکری که در سال 1297 298 شمسی نگاشته شده و احتمال زیاد به خط فرزندش استاد الهی پاکنویس شده است. کاشف الاسرار حاوی مطالب گوناگون درباره الحق، اینم در توصیف علی درباره اصول اعتقادی، تاریخچه، حلال و حرام، احکام و آیین‌ها
مراسم و دیگر مسائل الحق. عشقی وصف ناشدنی نسبت به علی در تمامی تألیفات حاج نعمت الله هر مطلبی را به توصیفات حضرت علی و مظهریت او ختم میکنه. خب این عشقش به اون چیکار میکنه؟ هر مطلبی را با توصیف علی که همونطور که دیدیم در اون صفات و مظهریت ایشان در مرکز اعتقادات و به اصطلاح باورها و روی کرد و دیدگاه های حاج نعمت الله قرار داره. حاج نعمت الله ببین تا کنون این همه ما از این بزرگوار خواندیم و گفتیم، یک چیزی از سحاق در آن نیست و در رابطه با به اصطلاح دوره پلی و چیزی نیست و این تنها در صفحاتی که می‌دارم که من بتونم یک روزی به این اسناد، به این آثار دست پیدا بکنم، به اصطلاح در اختیار داشته باشم که بتونم دقیق‌تر جزئیات را پیگیر بشیم که اینا چه تصویری داشتن و چگونه ما از این دین ابداعی ضربه خوردیم و این منبع و منشأ به انحراف کشیده شدن میراث گوران شده است. خب این حاج نعمت الله مردم را دعوت می‌کنه تا با صداقت و درستی به سوی خدا قدم بردارن بر اساس اصولی که حاصل تجربه خود او هست. پس این دیگه قرآن و همه چیز را فراموش کرده، از این سو به اصطلاح کلامات را فراموش کرده، تجربه خودش، شهود خودش، آنچه که اون حضرت به اصطلاح صاحب زمان به ایشان میگوید که بعدا هم میرسیم که ایشان معتقده که به وحی رسیده، مریض میشه و وقتی بیدار میشه در درونش تحولاتی ایجاد میشه و این است که راه ریاضت را پیش میگیرد و ترک دنیا میکنه. خواننده را ترغیب به رعایت اخلاقیات میکند، میافزاید در هر صورت آنچه از اسرار حقانی فهمیدم، به اصطلاح آنچه که از اون صاحب زمان فهمیده، به فرمان آن محبوب حقیقی از راستی بیان نمودم. پس این دارد میگوید که ایشان با غیب در تماس هست و گفته‌های محبوب حقیقی صاحب زمان و آن صاحب زمانی مظهریت علی قرار داشته باشد، گفته‌های آنها هست. خب اینجا خیلی مهم هستش این صفحه کشف الاسرار. اینجا آورده که این رساله 4 بر 2 جلد و 4 جزء است. این 4 جزء این از این نقطه هستش که چه هویت گوران ها فدای انحراف، فدای توطئه ناجوان مردانی ها را من نمیدونم واقعا اینا خودشان بودن، از غرب خط گرفتند، از کجا این گونه طراحی کردند که این میراث عظیم که گوبینو از ده ها جلد کتاب سخن میگوید یهو تلف بشه و اینها گلمندند که همه چیز به انحراف کشیده شد و سروده ها مورد اعتماد نیست و فلان و بیمان. این است که جز اول چی که از اول ایجاد خلقت شروع میکنه تا از خلقت خلایق دو عالم تا ظهور ختم المرسلین محمد رسول الله و جز دوم از چی شروع میشه؟ از خاتم النبیین تا ظهور پادشاه حقیقت حضرت سلطان اسحاق. این است که جز اول از همانطور که در جلسات قبلی عرض کردم در شاهنامه همین کار را کرده، از خلقت شروع کرده، بعد این بعضی از شاهان پیشدادی و شاهان به اصطلاح که اسمشان در شاهنامه هست اینا را چیز کرده، به ترتیب آورده، یا نمیدونم حالا این باید دقیقاً مطالعه بکنم. شاهنامه اخیراً به دستم رسیده
و بعد از این که این پادشاهان تمامش کار پادشاهان را یکسره میکند و به پادشاهان و امامان به تاریخ به طور کلی ادیان ابراهیمی و مردمان سامی پیوند میدهد، چه میکند؟ میاد این پادشاهان به اصطلاح پادشاهان یاری های گوران را هم چه به ترتیب اونها در صف اونها قرار میدهد و این است که در اینجا از ظهور از خلقت تا ظهور محمد و از محمد تا سلطان که این به ترتیب همون چیز گردش مظهریت علی میپردازه در اشعاری که من دیدم در شاهنامه. و جزء سوم چیه؟ از سلطان، از ظهور سلطان اسحاق تا آخر ایام که در جامعه سرپنهان سر پنهان چه حالا هرچ باشه در خانه سر پنهان آرامید یا هرچی نمیدونم این کلمه چه هستش. پس این جزء سوم به این مرحله از ظهورش تا پایانش تا مرگش، یعنی از ابتدا تا مرگش. و جزء چهارم چه تا وقتی که ایشان چه به سر پنهان به جامعه سر پنهانی بتن میکنند و حضرت شاه ابراهیم به جانشین ایشان شد. خب اینجا انحراف اصلی در اینجاست و این توطئه اصلی اینجاست. اینها طرح داشتند، این حضرات طرح داشتند تو دسترش. من در ویدیوهای کردی و در نوشته ها و در دفعه قبلم اشاره کردم که کل میراث گورانیان را چه بکنن؟ از آن خودشان بکنن، ولی که بازماندگان یاری یاران نوروز سورانی، تیمور بانیارانی و یارانشان چه به قدری اینها تفوق فکری داشتن، وزن اجتماعی داشتن، وزن به اصطلاح فکری داشتن، اینا چه هفتوانیان نتوانستند این تر را پیاده بکنند. این تر این گونه بوده که حتی قبری که امروز یا اینکه اون زیارتگاهی که برای سحاق درست کردن در کنار سیروان در اورامان چه باشه؟ زیارتگاهی باشه به نام ابراهیم. اصلا سحاقم فراموش کنن در واقع. به جای ایشان شدند جزو این جزو چیز چهارمش. بعد البته جزو سومی، جزو چهارمش چیه؟ از زمان از ابتدای جلوس حضرت شاه ابراهیم بر تخت حقیقت تا این زمان، و این زمان چه از روزگار که سنه 1337 می باشد. پس جز اول از خلقت تا محمد، جز دوم از محمد تا سلطان یا تا اسحاق، و جز سوم دوران زندگی و به اصطلاح دوران زندگی اسحاق میشه تا زمانی که بنابراین ابراهیم جانشینش میشود، و جز چهارم از ابراهیم تا اینجا تا سال 1337. و این به این معناست که گوران دیگه تاریخی ندارد. سحاق ظهور کرده، ذات به اصطلاح از سحاق به ابراهیم انتقال یافته و از ابراهیم دیگه نمیدونم حالا بقیه چیزا آثار را باید خواند که چطور اینها را پر کرده این فاصله ها را. و در اینجا 1337 می شود 1297 خورشیدی و 1919 میلادی. و این هم تایپ شده است که من به خاطر اینکه زمان ویدیو زیاد شد وارد جزئیات نمیشم. این یا بازخوانی این چی دیدم فرقان المقدس، اینم رساله دیگری که 28 باب یا رمزه که ایشان در اینجا نکات مهمی هست که به آن بپردازیم. حاج نعمت الله در لابلای دعاها و مناجات ها، در واقع این رساله به دعاها و مناجات هایی هستش که برای خود و خانواده‌ش و
اصلا آیندگانش نسل‌های آیندهش کرده. تضرع به درگاه خدا و اظهار نیستی و عبودیت. بعد خود را منجی حقیقت پرستان معرفی میکنه. بازم نعمت الله چه که میکنه؟ خود را منجی حقیقت پرستان معرفی میکنه، با صمیمیت خاصی مأموریت خود را به این عنوان که حقیقتی را باید اعلام کند آشکار میسازد و مردم را دعوت میکند از خوان معنوی که توسط مبدأ در اختیارش گذاشته شده بهره‌مند شوند و خود را نجات دهند. پس عالم انحراف پیدا کرده، ظلم زیاد شده و ایشان چه هستند؟ منجی هستند. ناجی همون چه در واقع این بدین معنی است که ایشان خودشان را همون صاحب زمان پنداشتند، تصور کردند، نه تنها مأمور بودند بلکه در این معنی خود ایشان را چه مهدی صاحب زمان و دارنده مظهریت علی معرفی میکنند در اینجا که مردم بیان چه کنند؟ نجات پیدا کنند، رستگار بشوند از گناهان و از ظلم و از راه خطا و از راه انحراف. مطالبی که این ضیاء القلوب مثلا دل روشن، دل نورانی یا بیدار دل، مطالبی که حاج نعمت الله در این رساله به آن پرداخته شامل تاریخچه، اصول اعتقادی، احکام، اوامر و نواهی، حلال و حرام، آیین و مراسم الحق می شود. در نتیجه در خیلی از رساله هایش به این آداب و سنن پرداخته است و اینها را باید جنبندی کرد که ایشان چه گفتند و چقدر از اون گفته ها، از اون مرسومات، از اون اصول چیز سادات به ارث بردن، از آن خود کردند و چقدرش به اصلاح نادیده گرفتند و اینا این هویت، این حاج نعمت در واقع پیش از نور علی الهی این گونه دین حقیقت را تعریف میکند، اصول برایش چیز میکند، تدوین میکند، حلال و حرام و مراسم برایش در نظر میگیرد، تعریف میکند و الحقایی که از صفویه بریدن این هویت را چیز میکنن، از آن خود میکنن، این میراثشان را قبول میکنن در واقع، ولی خاندانش را قبول نمیکنن و حتی سر ستیز هم با ایشان پیدا میکنن. به عنوان شاهد گفتارهایی از قرآن مجید میاره که این که این چه حلال چه حرام و برای تدوین اینا از قرآن مجید کمک میگیره. روایات و احادیث اسلامی میآورد و در قسمت های نیز بر شریعت محمدی تأکید میورزد. بعد حاج نعمت الله در این رساله چه یک رساله کوتاه دیگه ضیاء الدیون نوشته که در این رساله به تشریح آداب و رسوم عملی خاص الحق در واقع این به چگونگی برگزاری مراسم روزه و نذر و نیاز و غیرشان، اینا که ذبح قربانی اینا پرداخته است و این آنچه الحق های هفتوانه‌ای خاندان های سادات دارند از حاج نعمت الله جیهون آبادی هستش که بعدا این واضح‌تر میشه توسط کی؟ پسرش نور علی الهی. از مطالب جالب توجه در رساله ضیاء القلوب، همین که در دست این میتوان به مطلبی درباره نوشیدن چای اشاره کرد. این حاج نعمت الله می نویسد بنده هم چای خوردن اول از روی حکمت که ضرر جانی و مالی داره نهی کردم، در ثانی به جهت نشان دادن طریقت خود نهی کردم که طالبان حضرت صاحب زمان در دنیا معلوم باشند، چون که طریقت این حقیر که به اسم حضرت صاحب زمان دایر شده و الا چای حرام نیست. پس میبینیم این شخص خودش را به نوعی پیامبر
دانسته در واقع و این طریقت خودش را چه مهر زده که چای حرام باشه در طریقت ایشان و همانند چه هفتوانه ها که میگویند سبیل آرم دینشان آرم مذهبشان این به اصطلاح حرام دانستن چای در طریقتشان میشه مهر طریقتش. حاج نعمت الله خود را شیعه اثناعشری میداند. پس اینجاست دیگه رک و پوسکنده جلو چشم پژوهشگران، پروفسورها و دکترها و نمیدونم لیسانسیه ها و کارشناسان ارشد و فوق ارشد و نمیدونم این جلو چشمشان که حاج نعمت الله خود را شیعه اثناعشری جعفری میداند. آخه کدام پژوهشگر احمقی جمله ای به این روشنی، مدرکی به این وضوح جلو دستش باشد و بیاید به هویت ما گند بزند؟ هر آنچه که در قرآن مجید ذکر حلال و حرام قرار داده شده به عمل بیاورید که قرآن حجت ابدی و برحق می باشد و ناسخ و بطلان ندارد. این در اینجا در واقع خودش را دوباره نفی می کند. در بالا می گوید که ایشان یک دین آورده که مایه تمام ادیان هستش و در اینجا چه دوباره برمیگرده که قرآن ناسخ و بطلان ندارد. و این تناقض‌گویی ها متاسفانه حضرات پژوهشگر ندیده‌اند. در تمام رساله های حاج نعمت الله مردم را به حق پرستی دعوت می کند و تشویق می کند تا با پاکی و راستی و صداقت خدا را بپرستند و در راه او قدم بردارند و تاکید دارد که راه حق رفتن به حرف نیست، به عمل و رضای حق به جای آوردن است و عمل و رضای حق چه باید ریاضت کشید. حالا در اینجا چه در اینجا آورده که چرا به اصطلاح اسم مستعار یا نام مجرم بر خود نهاده. در اینجا آورده که از این باب مجرم لقب داشتم که خود را گنهکار پنداشتم. پس چون خودش را گناهکار دانسته این نام یا لقب مجرم بر خود روا داشته، انتخاب کرده. سبب از تحریر و تذکیر این رساله محققانه این است چون دین و آیین حقیقت خلاصه و جوهر جمیع ملت ها و مذهب ها و آیین ها می باشد، لحاظا این بنده حقیر فقیر یا حاجی نعمت الله متخلص به درویش مجرم، مرد سالک و مرتاض و عاشق به جمال پرنور حضرت محمد مهدی صاحب الزمان اجل الله فرجه بودم، زیرا بعد از چند مدت و روزگار در خود را در راه حق فنا ساخته و از هستی خود گذشته و این پایین چیز کردم تایپ کردم میخوانیم اینجا راحته. گفتم که اینجا بخوانیم که متوجه بشن عزیزان که ما کلمه ای به این از این تغییر نداده ایم و اضافه نکردیم. سبب تغییر اینه که سالک و مرتاض عاشق به جمال پرنور حضرت محمد مهدی صاحب الزمان اجل الله فرجه بودم، زیرا بعد از چند مدت و روزگار خود را در راه حق فنا ساخته و از هستی خود گذشته و مطلق به علایق اون کلمه خوانده شده و ریاضت ها کشیده
آن وقت در عالم معنوی به وصال آن یار حقیقی رسیده، همونطور که خدمت درس کردم اول آخر یار در اینجا علی هست نه کسی دیگری، رسیده و به درگاه عالم پناه ایشان، به درگاه عالم پناه ایشان محرم و به حضور مهر ظهور ایشان و به حضور ظهور ایشان، نمیدونم این کلمه مهر خانه نیست یا همخوان نیست با ظهور ایشان آشنا گشته و این حقیر را از مرحمت خود ارشاد و چه تقیین فرموده و بر حقیر در باطن امر نموده که شمعی از اسرار یا شمع از اسرار دین حقانی محض آگاهی عموم مؤمنین کشف و بیان نماید تا رفع بعضی تشکیکات از قلب مؤمنان بشورد و از دین حقیقت متشکی نگردند. از این واضح‌تر اهالی محترم پژوهشگر، از این واضح‌تر یک شیعه، متون یک شیعه، باورهای یک شیعه، دین ابداعی یا مذهب مسلک خودش طریقت ابداعی دین نیست، طریقت ابداعی یک شخص که با زبان خودش گفته با نوشته که من شیعه هستم بیارید و مبنای هویت ما بفرمایید. این اوج خامی و خامفهمی و بیدرکی و عدم تسلط به وظیفه‌ای که پیش گرفته اید هست. و من این 2 صفحه را هم چیز کردم، تایپ کردم ضیاء القلوب که حضرت مهدی باشد از اینجا شروع می شود که این صفحات پیشی نیستش. با سکه محمدی که صاحب شریعت بوده سر را 2 بار تکرار شده در متنم و من زیاد نکنم. سر را به پیر دین حقیقت سپرده. پس سرسپاری از حضرت مهدی با سکه محمدی که صاحب شریعت هست به دین حقیقت سپرده که پیر به پیشوا و دلیل به رهبر. پیشوا و رهبر هر دو یه معنی دارن. اینجا بدفهمی که داشته، پیر به پیشوا و دلیل به رهبر عموم طایفه الحقیقت گوینده. اینجا معنی کرده که پیر یعنی پیشوا و دلیل یعنی رهبر. برای عموم طایفه الحقیقت که منظور خاندانهای سادات هستش. طایفه های الحقیقت از اینجا می آید که طایفه را جدا کردن. الحقیقت یه دینه، طایفه نام دینه، الحقیقت نام دینه و بعدا حقیقت پرست و حق پرست و الحق و نام های دیگر هم اضافه شده یا مشتق شده از این ادبیات. بعد این از آن تاریخ تا ابدیوم، حالا این کلمه احتمالا قضاوت بود من خوانده نشد، دین و زین حقیقت رواج و پایدار خواهد بود، دیگر ناسخ و بطلان ندارد. حالا در اینجا قرآن ناسخ و بطلان نداشت، در اینجا این دین حقیقت ناسخ و بطلان ندارد. دیگه همه باید که به پیر دین حقیقت، که پیر دین حقیقت هم چیز شده خودش هستش، چون از طرف حضرت مهدی که با سکه محمدی سرسپرده شده به علی، ایشان هم که نایب مهدی هستن، پس اینها باید چه به پیر دین حقیقت که خودش باشد به سرسپرده بشن و این دین ابداعیشان ناسخ و بطلان نداره. که شریعت به مثل بادامی بودند و او را شکسته و مغز حقیقت در میان آن پوست شریعت پیدا نمودند. که شریعت پوست حقیقت و حقیقت مغز آیین اسلام است. عالی جناب بورکی، عالی جناب سلطانی، عالی جناب نمیدانم مینوروسکی، ایوانوف، حضرات استادان دانشگاه های ایران، اینها را شما باید ببینید و بدانید این ما نیستیم. این برای ما هجویاتی بیش
نیست برای ما میراثداران گوران، میراثداران فیلسوف بی‌نظیری مانند نوروز سورانی و تیمور بانیارانی، شیخ امیر و آنهایی که پیشتر دوره از یاری ممکن کردند. خب اینا این مهمه، این قسمت هم بخوانیم که این مهمه که جریان اسلام و جریان خاندان حقیقت را به دین خودش سرازیر می کند. هر کسان از اهل اسلام به حقیقت نرسند همچنان است که به ناکام در بین راه فوت باید، این فوت چه باید باشد، حالا پی دی اف نمیتونم عوض بکنم، فوت شدند و به حق نخواهند رسید و همیشه در بیابانهای جهان ویلان و سرگردان خواهند بود. البته بعضی کلمات ممکن است من درست نخوانده باشم، ولی خب معنی اینطور میرساند که من چیزی عوض نکردم، همینطور درک کردم، یعنی که اینطور دیدم که این کلمه اینطور است. چرا منزل حق در خانه حقیقت می باشد تا کسی داخل خانه حقیقت نشود به حق نخواهد رسید. این برای اهل اسلام. این ادامه می دهد. نیز هر کسان که داخل به حقیقت و به طور پاکی و راستی و حق شناسی رفتار بنمایند و امر نهی حق را به جای بیاورند، دیگر در هر دو سرا، در همه روزگار، در همه مقام ها و مکان ها نمیدونم چه هستش و مرفع نمیدونم چه هستش خواهند شد و بدون جواب و سؤال و حساب و کتاب داخل به بهشت عنبرسرشت می شوند و به وصال حق می رسند و از آب چشمه های الظهور و کوثر می نوشند. و این چیز، این همون هویج هستش و همیشه با ملائکان در جنت جاودان همدن اینها خوانده شد. ذاکر به حق تعالی می شوند. این صفحه 42 هستش و صفحه 43 همینه. و به مثل پروانگان از تجلی نور جمال مطهر حق مست و مسرور می گردند و به درگاه حق محرم و درستکار و سرفراز خواهند شد. اینا چه بود؟ هویجی بود برای کسانی که به این راه با صداقت و راستی و حق‌شناسی گام بگذارند، طی بکنند، سیر سلوک بکنند. ولی هر کسان اینجا شلاق در می آورد، هر کسان به اسمن از الحقیقت هستند و خودشان را به اولاد الحقیقت می دانند و از امر، این کلمه احتمالاً درست خوانده نشده، و از امر و احکام صاحب حقیقت تجاوز بنمایند و به شرط اقرار حقیقت تخلف داشته باشند و قانون و ارکان حقیقت را درست به جای نیاورند، آن کسان از حقیقت خارج و کافر مطلق می باشند و به مثل طایفه بنی امیه که به اسمن اسلام بودن ولی از حق دور بودن و اختلافات و معصیت‌ها در آیین اسلام نمودن و به درگاه حق تعالی مردود و ملعون ابدی گردیدند. و این که شلاقشان اینه که مردود و ملعون بگرد. حالا نوبت به طایفه های الحق می رسد و طایفه های الحق هم هر کسان که نادرست و متقلب و بدکار و خدا نشناس باشند از جمله کافران محسوب می شوند و در حقیقت فلان ندارند، زیرا هم در اصحاب حضرت رسول الله خلافا با آل رسول و خیانتها در آیین اسلام نمودند و در حقیقت همچنان تصور می شود که بعضی از سادات و عامه خلق به اسمن ادعای حق شناسی می کنند، خیانت ها و اختلاف ها در دین حقیقت می نمایند، ترک اوامرات حق را می کنند و مرتکب حق می شوند، یه چیزی به حق. و این آخرین رساله بود. البته یادم رفت که عرض کنم بکراند تصویر این صفحه از همون روستای جیهون آباد هستش که من این عکس را از اینترنت گرفتم. خب عزیزان، همانطور که دیدیم حاج نعمت الله جیهون آبادی
در واقع پراکندگویی زیاد دارد. از یک طرف خودش را ناجی میداند، از یک طرف نماینده صاحب زمان میداند، از یک طرف مظهر علی میداند، از یک طرف میگوید من یه دین آوردم که جانشین، یه طریقت آوردم دین، یه طریقت آوردم که جانشین همه دین ها شود، همه خاندان ها شود، خاندان صاحب زمان. خودش را از شیعه اثناعشری میداند، معرفی میکند، از قرآن و آیات قرآنی سند می آورد، پشتیبانی میگیرد و همه اینها، همانطور که در طول این برنامه عرض کردیم و مستندنم عرض کردم. خب و از سوی دیگر در واقع خاندان های هفتوانه‌ای همین هویت دارند و این را پذیرفتند و اینها، این که تجلی ذات حق در وجود فلان 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 اومده تا به اینها رسیده، نه تنها یک تجلی ذات بلکه تجلی ذات حق به اصطلاح در وجود برخی از برجستگانشان به اصطلاح ظاهر شده، تجلی یافته در جسمشان. تعداد دیگری ذات هم در لابلای خودش چپانتن تو اون جسم، تو اون به اصطلاح جامعه آن معبودشان که چپاندن، که گویا این شخص معبود اینا، این جد پیشین اینا دارنده چندین ذات بود. چه برداشت پوچ، چه برداشتی که به برخلاف نظم و به اصطلاح هستی شناسی سایر مذاهب و ادیان هیچ پیوندی به پاداش و مجازات ندارد. این که شما زندگی خود بکنید و از طرف دیگر پایه اعتقادات خودت را به اصطلاح دورانیت ذات بدان و هیچ ربطی بین این دورانیت با رفتار و کردار و اعمال و به اصطلاح گناهان شما نداشته باشد، این یعنی خلاصه شما کی قرار است که برای اعمالتان مجازات شوید است و چگونه، مطابق کدام دستور عمل؟ شما در واقع کدام احکام و دستورات این حضرت حقتان را به اصطلاح انجام ندهید مجازات می شوید، کدام را انجام بدهید پاداش می گیرید. اینها را اسناد این به اصطلاح گناهان، این عملهایی که به گناه منتهی می شود یا مختوم می شود و گناهانی که به پاداش، کجاست این اسناد؟ شیوه به اصطلاح قضاوت در روز رستاخیز برای شما چگونه هست؟ کجا انجام میگیره؟ کی انجام؟ حالا طبق این اصلی که حاج نعمت الله این در واقع از نظر هستی شناسی این در واقع منطقیه که شما یه ذره در جامعه انسانی 1000 مظهریت پیدا بکنه و مظهریت آخر چه بکند؟ برای اعمال آن 1000 بازخواست شود، حساب رسی شود. این منطقی در نوع خودش به اصطلاح. ولی شمایی که معتقدی که 1000 روح 1000 جسم عوض میکند یا ذات 1000 جسم عوض میکند و مرحله آخر به بخشی از به اصطلاح حضرت حق تان میشود،
خب ربطی به زندگی اجتماعی، به زندگی دینی شما پیدا نمی کند. من امیدوارم که عزیزان هفتوانی و به طور کلی فرقه های وابسته به سادات کلام و متصوفه از این پس خودشان را با کارنامه 2 دهه ما در نیامیزند، تداعی نکنند، مدعی بخشی از هویت گوران، تاریخ گوران بودن نکنند که کار به جایی نرسد که همه چیزشان رو بشه. بیشتر از این بسرا این دزدی ها، این ناپاکی ها، ناجوانمردی هاشان تکرار بشه که باعث شرمندگی و روسیاهی مسئولیت پذیرهاشان شود. آنهایی که مسئولیت پذیری ندارند مطمئنا به خود نمیگیرند. ولی امیدوارم که عزیزان بتوانند زیر نامهای علی اللهی و الحق و همون تاریخی دارند، تاریخی که پشت سر گذاشتند، تاریخی که از گذشتگانشان به ارث برده‌اند، همون را ادامه بدهند و بگذارند ما هم به موارد مهم دیگری، زوایای مهم دیگری از کیستی و چیستی خودمان برسیم که چیستی خودمان را به اصطلاح صرافی بکنیم، ببینیم رگه های چیستی ما چه هستند، عناصرش چه هستند و می توانیم بگوییم کدام من هستیم، کدام کیستی هستیم. آیا می توانیم بگیم با یقین، با اطمینان بگوییم که من هستم، که من دارای یک شخصیتی هستم، که یک هویتی هستم که می توانم بگویم من هستم، هستی دارم، یک هستی مبتنی بر اندیشه ورزی های بزرگان خویش، نه باورهای به عادت گرفته شده و سردم بریده. این است ما از هویت خویش دفاع خواهیم کرد و در یافتن گوشه های تاریک آن خواهیم کوشید. پس راه خود را ادامه بدهید و بگذارید ما هم راه خودمان ادامه بدهیم. و من انتظار دارم بعد از برنامه امشب پژوهشگران و قلم به دستان و نویسندگان و به اصطلاح خورده روشنفکران و نخبگان خودشان را جمع بکنند و در صورتی که با استناد به این رفرنس هایی که در طی این 3 برنامه به وضوح رو کردیم که هیچی از هویت ما ندارن، حاوی هیچ اطلاعات درستی از گذشته و تاریخ ما ندارن، با استناد به اینا اثر تازه خلق نکنن. چون براستی ما مجبوریم با شدیدترین لحن آنها را در هم بکوبیم و از خامیشان بگوییم و از نادانیشان. همین. پس امیدوارم که برنامه امشب هم مورد رضایت شما عزیزان باشد. بار دیگر سال نو 2021 میلادی را به شما عزیزان شادباش میگویم و آرزوی زندگی و سالی پر از خوشی و بدور از
به دور از وضعیت ناخوشایند و هولناک امروز، امیدوارم که به این وضعیت هم خاتمه داده شود و این وضعیت کرونایی به اصطلاح زندگی مردم را همه تحت تاثیر خودش قرار داده و خیلی ها از این نکبت به اصطلاح قربانی این نکبت شدن. نمیدونم که مردم همه جهان از شر اینا خلاص شود، به خصوص همتباران من که از فقیرترین ها و ندارترین ها هستم. مرحمت شما زیاد.